سلام علیکم یا بوریگا هموطنان عزیز. امروز 31 مارت پرزیدنت امریکا گفت که ایجا ایسا هر روزی 31 مارت روزی ترانسکسوال شون میگن، رنگ اقبالی چمو گوموسکسوالیست شون میگن، با توجگی گفزانی بچه بوزو گروپ های بچار اکستریمیستو این از های تروریستوی زپرشنو شما برو آمدین گفتین که 8 مارت نوروزی ایدی اصل همش ایدی کافیروهای چی با امروز خواب هستین شما ایدی اصل 8 مارت که یک کلوب نیستو قطعی اویلای خودت بشین یک خسندی شما برو آمدین گفتین که شما کافیرین. ای کافیرتون چی گفته است سپانسرتون ای دید طلب داره دیگه دولتایی که تو 2030 دیگه دولتان 31 مارت روزی بچه بازو قبول کنن. این با فکر مخزمون های که جوده شما بنام مسلمانان اقبالی شما امریکا را ای باینو یه روز نگذاشته همین سهر ساعت 8 در سایتی بری دو میگن چی میگن برآمد. فرانسه قبول کرد، گرمانیا گفت که تو مهمه ما قبول میکنیم، با فکرم عربسکی سعودان قبول میکنن، با یک پرتغالیا یا که یک دولت دیگه قبول کرد اوجه автоматически. و پرزیدنت امریکا روی روز گفته که اگر دیگه دولتو قبول نکنن روزی بچه بازورا سانکسیا дипломатические отношения мы намекнем با او دولتی که قبول نمیکنن. چی با شما خواب هستین؟ چی با گم نمیزنید؟ با گفته شما 8 مارت ایدی کافیروها یا که روزی 31 مارت ایدی بچه بازو با گفته شما اگر شما کم ترکک ننگ ناموس داشته باشین نگهداری شما ننگ ناموس ندارین کو میبرین منی نختونا گام میزنه. با سوال ما جواب بدین. اقبالی شما تو راضی هستی که تو شکل هر روز 31 مارت میبریم گروپا شهروندایی که گولی دستونا bayrak رنگ bayrak عبدالله نوری و کوچودا میگردن. تو راضی هستی؟ مطرح گفتم اقبال праздники тар گجویدن شما مرامات ایمینم کارتایی که تروریستورا پول روی کایگی هستن مرامات ایمینای امریکا نو گروپ بسیار اکستریمیستو این ازاتی تروریستوی زپرشینو ما دیگه ایجاییست شما را هر روزی 31 مارت تبریک تون میکنیم. لعنت با شماوری مسلمانان ایمینا گروپ بسیار اکستریمیستو این ازاتی تروریستوی زپرشینو لعنت خدا با شما.